استاد عزیز سوال دیم همی که ما در این نمازم نه در درون همی ماشین فرا میگن خب درون شگه دیده باشین آه. انا در این درون میخونیم اگر راستین بین همی سیدلی شوفیر تا پاساژیر 1 متر 20 سانتی متر 1 متر و 30 سانتی متر شاید باشد همین درون در نماز میخونیم خب با حضور راست میستیم با حضور رکوع میکنیم فقط در حالت سجده بگیم کم تر خدمت خد نمیتیم کم در خدمت قد کرده کم در با مشکلی سجده میکنیم همین حالت نماز ما چی میشه باشه مثلا قبول میشه بله یا که انشالله قبول میشه لیکن اگر یگان شرایط کنید ده یگان چیز کمک پیشو قفا کرده شود کمک جا شوید اگر رفتو در بیرون خواندن امکانیتش باشد هوا معتدل باشد ضرر نمیرسانده باشد در بیرون خوانید یا در پیش ماشین رویدو جای نماز پرتاید یک جای نماز خوشرو تگش ریزینی و بالاش متعین کرده مانید برای سفر خوب است هر وقت که یک فرامده چای خورده هم نشستن و خوب است یک هوای تازه میکشید هم نماز میخوانید اگر امکانیت داشته باشید در بیرین خوانید خوبتر است آزادتر نداشته باشید در داخل هم ماشینتون کمک اگه کن خط نکند هیچ گپ نه حضرت عایشه رضی الله عنها در قبله پیامبر صلی الله علیه و سلم خواب میکردن وقتی سجده که میشد پیامبر صلی الله با دستشون هم پاش میزدیان پای حضرت عایشه یک میزنن کمتر که حضرت عایشه پاهاشون رو جمع میکردن بعد پیامبر صلی الله به جای پای حضرت عایشه سجده میکردن بعد وقتی که با قیام خستن با حضرت عایشه پاهاشون رو دراز میکردن اون قیام پیامبر صلی الله قریب 2 ساعت